او عزیزکم من برای تو در دلم عشق در جیبم پول انا در دستم گل آوردم لطف کردید انا تو لطف نکردی عزیزم من ارچه رو نمیبینم آخر تو خودت میدونی کو سالی نو به ارچه میدونم زب ندارد میدونی و ارچه رو مونده با کارهای تکنیکی بندی تکنیکا لیکن ارچه رو کیو رو میدیار بیارید بازیچه هایتان رو مردک جان با گوشی بینی هم بندم چی؟ ارچه ناوردی؟ ارچه رو هم من بیارم خیر هیچ گپ نی عزیزم همگی 2-3 کیلو وزن دارد در ترالیبوس اومدن میگرفتی اوه اگر حاضر با جای تو ارچه میشد در بین خانه زیب خانه تماما دیگر میشد عذر وقتم نرسید مردک کنده کفوندم دیدم شب سالی نو گرمی هم لازم گرمی هم زیب خانه رو دیگر میکند عزیزم یه حالا هم میچکد کو ها دینش فرش رو عوض کردم معلوم که هنگامی برآمدن یگون شیفر دیگر رو شکستیده وقتی برآمدن اویستکک می برآمدی کارت زیب دیگر میگرفت زنک جون عذر مردک این دفعه چکت انا باز لطف کرده کمکک گج رو گرفته جای سوراخ رو محکم میکردی زیب خانه تماما دیگر میشد اوه شما چیکار میکنید عزیزکم؟ من؟ ها مایسترو عزیزم اینه در کدام قانون نوشته شده است که شما مایسترو و من پوبلسترو من بیتخوون باخ شوپن زیادالله شهیدی رو زنده میکنم عزیزم در این عالم موسیقی رو با مردم میکشایم با دلها نرمی و با عصبها آرامی میبخشم عزیزم نخود تو نفهمی لیکن از این نوازش های شما عصبی من آرام نمیشود مردک جان نخود تو این رو نفهمی عزیزم انا این طور حاضر دام دام دادام دادام دادادادادام دام 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 انا میخی تو موسیقی رو نمیفهمی عزیزم اوه اگر تو موسیقی رو میفهمیدی درک میکردی من دیگر چیز رو درک کردم مردک جان چی رو عزیزم؟ اگر در این خونه مرد میشد زیب خونه تماما دیگر میشد ترررن ترررن ترررن